کتاب کار عمیق در مورد چیه؟ به درد چه کسایی میخوره؟ نقاط ضعفش چیه؟ پیشنهاد میدم بخونید یا نه؟ این کتاب به درد کسی میخوره که واقعا میخواد یه مهارت رو عمیق یاد بگیره. کسی که میخواد تمرکز داشته باشه ولی نمیتونه به عوامل حواس پرتی مخصوصا اینترنت و شبکه اجتماعی غلبه کنه. این کتاب راهکارهای خوبی براش داره. حتی اگه خودت بتونی مقاومت کنی، ولی اگه محیط کار جوریه که مجبورت میکنن همیشه در دسترس باشی، مثلا رئیس میگه هر پیامو همون لحظه جواب بده، بازم این کتاب برات راه حل داره. و جالبه که راهکارش هم این نیست که شبکه اجتماعی رو کلا حذف کنی، نحوه آگاهانه استفاده کردنش رو بهمون یاد میده. اگه سر شلوغه ولی آخر هفته حس میکنی خروجی جدی نداشتی، این کتاب میتونه کمکت کنه. همچنین این کتاب کمکتون میکنه که با هر شرایطی که دارید برای کار عمیق برنامه‌ریزی کنید. اگه این دغدغه ها رو دارید، پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید. اما نقاط ضعف، به نظرم یه جاهایی زیادی از اسم آدمای معروف استفاده میکنه. فلانی نابغه بود چون این کارو میکرد، اون یکی موفق شد چون فلان مدل تمرکز رو داشت. بعضی مثالا الهام بخشن ولی بعضیش حس میکنی صرفا گفته شده که توجهتو جلب کنه که اون آدم موفق چی کار کرده، ولی خسته کننده کرده. حتی حس میکنی به زور خواسته متن رو کش بده. یه جایی هم اسم‌گذاری رو تکنیک‌ها به نظرم بیش حد بزرگنمایی شده بود. مثلا یه مفهوم نسبتا ساده رو با اسم خاص معرفی میکنه، بعد چند صفحه قصه میگه در حالی که اصل ماجرا اونقدر پیچیده نیست. با این حال ارزش کتاب برای من تو اینه که با مدل فکری نویسنده آشنا میشی، میفهمی چرا این دغدغه رو داشته و چطور بهش نگاه کرده و همین آشنایی با طرز فکر یه آدم منظم و ساختارمند خودش آموزنده است. واسه همین پیشنهاد میکنم خود کتابو بخونید، ولی اگه زمانشو ندارید ویدیوهای قبلی بخشای مهم و کلیدیشو به زبون خودمونی و خلاصه براتون توضیح دادم. در مورد ترجمه ها هم من 3 نسخه رو بررسی کردم: لیلا اسکندری، محمد جواد شیری بازنچه و رویال مایند. مشکلی که داشتم این بود که بعضی جاها انتخاب کلمات جوری بود که مفهوم دقیق منتقل نمیشد. چند بار مجبور شدم هر 3 ترجمه رو کنار هم بذارم تا بفهمم منظور جمله چی بوده. یه جاهای یکی بهتر توضیح داده بود، یه جاهای اون یکی. تو ترجمه لیلا اسکندری چند غلط املایی هم دیدم. و یه نکته دیگه این که تو هر 3 ترجمه بعضی جاهاش از واژه‌های خیلی فارسی سازی شده استفاده کرده بودن که تو زبان روزمره به کار نمیبریم و همین ارتباط گرفتن با متن رو سخت‌تر میکرد. نکته مثبت ترجمه لیلا اسکندری و رویال مایند این بود که معادل انگلیسی رو تو پاورقی آورده بودن و کمک میکرد دقیق‌تر بفهمی منظور چیه. یه مبحث از کتابم تو ترجمه رویال مایند نبود. در نهایت هیچ کدوم اونقدر برتری نداشت که بگم فقط همین رو بخونید. هر کدوم یه جاهایی بهتر بودن. نظر شما در مورد این کتاب چیه؟